آیا میدونستید گرمترین نقطه زمین کویر لوته؟ یا جای کویر لوت در گذشته دریاچه بوده؟ کویر لوت هنوز به طور کامل کشف و بررسی نشده و در آخر آیا قوم لوت مربوط به این منطقه است؟ سلام، من حمید خسرویم و امروز از کویر عجیب لوت میگیم خدمتتون. اول از همه باید بدونیم که کویر و بیابون دو تا چیز متفاوتن. کویر یه جاییه که پر از نمکه و املاح معدنی، یعنی اینجور جاها در گذشته دریا بودن و به مرور آبهای این منطقه بخار شدن و فقط نمکهاشون به جا موندن. همچنین معمولاً تو کویر خبری از بارون نیست، پس هیچ گیاهی نمیتونه تو اونجا رشد کنه، هیچ حیوانی هم نمیتونه اونجا زندگی کنه. اما بیابان یک شرایط بهتری داره و بارون خیلی کم میباره. به خاطر همین یک مقدار پوشش گیاهی داریم که البته خیلی محدود و خاصه. حیواناتی هم هستن که مقاومن به کم آبی که البته میتونن تو بیابون به صورت فصلی زندگی کنن. حالا دشت لوت رو میشه گفت بیشتر یک بیابانه، اما یه قسمتی ازش که توی جنوب شرقی قرار داره بیشتر به کویر شبیهه. خب حالا بریم ببینیم کویر لوت کجاست. کویر لوت یک منطقه خیلی وسیع تو جنوب شرقی ایرانه. این کویر بین سه استان خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان قرار داره. حالا اگر بخوایم تصور کنیم که چقدر این بیابان وسیعه، باید بگیم که طولش حدود 900 کیلومتره و عرضش حدود 300 کیلومتر. طبق گفته باستانشناسان و زمینشناسا، کویر لوت قبلا دریاچه‌ای به اسم تیس داشته که مثل بقیه کویرها آبش بخار شده و فقط نمکهاش باقی مونده. حالا امروز کویر لوت یکی از وسیع ترین کویرهای جهان و جایگاه 27م رو توی این لیست داره. بیابون لوت تو سال 2014 تا 2009 به عنوان گرمترین نقطه زمین شناخته شده. تو سال 2005 رکورد بالاترین دمای سطح زمین رو زد که 12 درجه بیشتر از رکورد رسمی دمای هوا در سال 1992 تو لیبی بود. البته این دما مربوط به سطح زمین بود، نه هوای اون منطقه. از اسرار و جاهای دیدنی کویر هم بگیم خدمتتون. کلوت‌های شهداد پر از رازهای عجیب و ناشناخته است. بعضیا میگن اینجا همون شهر نفرین شده ی قوم لوط بوده که تبدیل به سنگ شده و حتی اسم کویر لوط هم از همین داستان میاد. جالبه بدونید که بخش‌هایی از این کلوت هنوز هیچ وقت پای آدمیزاد بهش نرسیده و پر از چیزهای کشف نشده است. ولی تو اطراف همین کلوت و جاهای دیگه کویر لوط و شهداد آثار تمدن‌های قدیمی پیدا شده که به 3000 سال قبل از میلاد برمیگرده. وسط کویر لوط هم داستان عجیبی داره. میگن بعضی جاهای این کویر انقدر داغه که حتی باکتری هم نمیتونه اونجا زنده بمونه. اما با این حال تو منطقه‌ای به اسم زنگی احمد که نه آب داره نه زندگی، یک بنای مخروب شبیه برج پیدا شده. اطراف این برج هم تیکه های سفال و شیشه های رنگی شکسته کشف کردن. همین باعث شده مردم درباره این منطقه قصه های عجیب و ماورایی بسازن. جالب بدونید که چند سال پیش هم گفتن یک فسیل از ناخن دایناسور تو لوت پیدا شده. چیزی که کویر لوت رو خاص و مرموز میکنه تاریخ پنهان و پر از ناشناخته هاشه. میتونیم بگیم هیچ کس از کسایی که اطراف این کویر زندگی میکنه جرئت نکرده وسطش رو کامل بگرده. اگرم ازشون بپرسی بیشتر از این که بگن چی توشه، فقط خطراش رو برات میگن. همین بیخبری باعث شده کلی افسانه و داستان تخیلی درباره لوت مخصوصا قسمت‌های مرکزیش ساخته بشه. دلیل اصلی که لوت با بقیه بیابونا فرق داره و دسترسی بهش سخته اینه که اصلاً پوشش گیاهی نداره. جالبه بدونید تو یک شعاع 500 کیلومتری ممکنه حتی یک بوته خشک هم نبینی. مثلا میگن شتر میتونه تا 20 روز بی آبی رو تحمل کنه، ولی اگه 3 روز غذا نخوره دیگه دووم نمیاره. همین باعث شده تو تاریخ کسی نتونه راحت به اعماق کویر لوت بره. یکی دیگه از دلایل ناشناخته موندن این منطقه طوفان‌های شدید و وحشتناکیه که نمیذاره آدم‌ها به اونجا برسن. کلوت‌ها یکی از شگفتی‌های طبیعی کویرند که تو دل بیابون‌ها خودنمایی میکنن. اینا مثل یک ساختمان‌های بلند و عجیب به نظر میرسن. حالا این پدیده طبیعی و جغرافیایی نتیجه فرسایش و تلاقی باد و آب هستش که البته فقط تو بیابون‌ها شکل میگیره. کویر لوت هم از این پدیده شگفت انگیز بهره مند شده و تو غرب کویر لوت میتونیم کلوت‌های شهداد رو ببینیم که قدمتشون به هزاران سال برمیگرده. یکی از جاهای دیدنی کویر لوت تنگروتیل.
تنگ روتل یکی از اون جاهای خفن دشت لوته که حدود 130 کیلومتری شهداده. این منطقه به خاطر بارونها و آبهایی که از رود شور و خشک رود جاری میشن خیلی خاص و دیدنی شده. فرسایش خاکها هم کاری کرده که دیوارهای بلند با شکلهای عجیب و غریب مثل مجسمه های طبیعی اینجا درست بشه. اما چیزی که تنگ روتل رو خاص‌تر میکنه حضور موجوداتیه که خیلی راحت هر جا پیدا نمیشن. معروف ترینشون روتیل خورشیدی. جای دیدنی بعدی رود شور. رود شور تنها رودخانه دائمیه که وسط کویر ایران جریان داره و همیشه مسیرش رو روی دشت لوت تغییر میده تا آخرش هم تو دل کویر آروم میگیره. این رود از کوههای شمال غرب بیرجند سرچشمه میگیره و بعد از 200 کیلومتر به منطقه شهداد میرسه، جایی که باعث تشکیل کوه نمکی میشه. آب رود شور یکی از شورترین آبهای جهان و پر از املاح معدنیه. جالب اینجاست که حتی خشکسالی‌های شدید هم نتونسته خشکش کنه و هنوز تو دل کویر جریان داره. وقتی به چاله مرکزی کویر نزدیک میشه آبش کم میشه و نهایتاً خشک میشه. تو فصل پرآبی این رود یک دریاچه نمکی درست میکنه، ولی وقتی آبش کم بشه نمک‌ها روی زمین ته‌نشین میشن و منظره‌ای براق و سفید روی شنهای کویر درست میشه. همین رود به کلودهای اطراف کمک میکنه که دیوارهاشون مرطوب بمونه و دیرتر فرسوده بشن. جای دیدنی بعدی کویر لوت گندمبریانه. گندمبریان به خاطر گرمای شدیدش اصلا جایی نیست که حیوان یا گیاهی بتونه توش زندگی کنه. این منطقه حدود 450 کیلومتر مربع وسعت داره و توی تابستونا دما به 70 درجه سانتیگراد میرسه، یعنی داغ‌ترین جای ایران و یکی از داغ‌ترین مناطق جهان هم بوده که در موردش صحبت کردیم. این گرما باعث شده که گندمبریان به یکی از صعب العبورترین و غیر قابل دسترس ترین مناطق دنیا تبدیل بشه. یکی دیگه از جاذبه‌های جالب و منحصر به فرد کویر لوت نبکاها یا همون گلدان‌های طبیعیه. نبکاها یک پدیده طبیعی هستن که از نتیجه فرسایش خاک به وجود میان. وقتی که در یک منطقه گیاه رشد میکنه وزش باد باعث میشه خاک اطراف گیاه جابجا بشه، اما جایی که گیاه وجود داره خاک دوره ثابت میمونه و همین باعث میشه که به مرور زمان دیوارهای بلندی از خاک درست بشه که درست زیر گیاه قرار میگیره. به این دیوارهای خاکی نبکا میگن. در واقع نبکا یک جور گلدان طبیعیه. جالب اینجاست که بلندترین نبکای دنیا با ارتفاع 12 متر توی کویر لوته. با اینکه کویر آب و هوای خیلی سخت و گرمی داره، اما با این حال یک خانه برای انواع جانوران و موجودات زنده است. توی این منطقه حیواناتی مثل خرگوش، روباه شنی، گربه شنی، مگسگیر، شترمار، مار جعفری، دمسیاه، عقرب طلایی، شاهین، جبیر و عقرب سیاه زندگی میکنن. البته اینم باید اضافه کنم که تو منطقه گندمبریان هیچ موجودی زندگی نمیکنه. ما در مورد رودخانه تو کویر لوت صحبت کردیم، اما وقتی عجیبتر میشه که در مورد دریاچه در کویر لوت صحبت کنیم. تو سال 1398 یک بارندگی و سیل شدید باعث شد در منطقه شهداد دریاچه‌ای فیروزه‌ای به وجود بیاد که واقعا همه رو متعجب کرد. این دریاچه مثل یک نگین در دل بیابان خاکی می‌درخشید و چشم هر کسی رو می‌گرفت. این دریاچه به اسم دریاچه جوان شناخته می‌شد و جالب اینجاست که وقتی تشکیل شد بخش بزرگی از جاده نهبندان به شهداد رو زیر آب برد. این دریاچه یه پدیده نادر و شگفت انگیز بود، اما متاسفانه در آذر 1401 آخرین قطرات آبش خشک شد. با اینکه این دریاچه در حال حاضر خشک شده، احتمال داره دوباره پر بشه و به زندگی برگرده.